روز 14 آگوست سال 2021 تخمینا ساعت‌های 8:30 راننده автомашинаи тамғаи مرسدس بنز سعید حامودینов محمد جان سعید خلوویچ سال تولدش 1992 ساکن جماعت دهاتی بلجوانی ناحیه بلجوان هنگام حرکت از سمت ناحیه بلجوان به سمت ناحیه دنقره در راه ماشینگرد کوچه قربانوف ناحیه دنقره از عهده اداره واسطه نقلیاتی نبرآمده پیاده‌گرد غشا و شرافت فیض‌الله‌یونا سال تولدش 1962 ساکن ناحیه دنقره را پخش نموده است. در نتیجه پیاده‌گرد غشا و جراحت‌های جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. اینچنین روز 14 آگوست سال 2021 تخمیناً ساعت‌های 15:25 راننده автомашинаи тамғаи تویوتا کارولا سعداللهیف نسیم جان نوراللهیویچ سال تولدش 1988 ساکن شهر کلاب هنگام حرکت از سمت ناحیه رشت و سمت شهر وحدت در راه اتومبیلگرد وحدت رشت لخش واقع در جماعت دهاتی مهرآبادی ناحیه نورآباد از عهده اداره واسطه نقلیاتی نبرآمده و بتان کناری راه برخورده است. در نتیجه مسافر داخلی автомашинаи مذکور سعداللهیف حمزه نوراللهیویچ سال تولدش 1983 ساکن شهر کلاب جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. همزمان روز 15 آگوست سال 2021 تخمینا ساعت‌های 12:00 راننده автомашинаи тамғаи اوپل استرا چقلف اسمت الله سعداللهیویچ سال تولدش 1984 ساکن جماعت دهاتی محمد علیف ناحیه بوسه هنگام حرکت از سمت شهر کلاب به سمت شهر دوشنبه در دهه شریفی جماعت دهاتی گلیستان ناحیه مذکور از عهده اداره کردن واسطه نقلیاتی نبرآمده به واسطه نقلیاتی тамғаи ماتارولا که تحت اداره براتوف غلام که از سمت شهر کلاب به سمت دهه مهرآباد حرکت میکرد برخورده است. در نتیجه راننده واسطه نقلیاتی тамғаи ماتارولا براتوف غلام جراحت وزن جسمانی برداشته هنگامی به بیمارخانه دسترس نمودند به هلاکت رسیده است. همین طریق روز 14 آگوست سال 2021 تخمینا ساعت‌های 18:30 راننده автомашинаи тамғаи مرسدس بنز رحمانوف اسلامیدین سعیدویچ سال تولدش 1981 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت در حدود جماعت دهات قزل قلعه ناحیه خراسان از عهده اداره автомашина نبرآمده ولسیپدران نابالغ بوتایف شهاب‌الدین جنیداللهیویچ سال تولدش 2004 ساکن جماعت دهات قزل قلعه ناحیه مذکور را که راه را از طرف چپ به راست عبور میکرد پخش نموده است. در نتیجه ولسیپدران نابالغ بوتایف شهاب‌الدین به سلامتیش جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. متاسفانه روز 15 آگوست سال 2021 تخمینا ساعت‌های 00:30 راننده автомашинаи тамғаи لاستی خلالیف بک مراد علی جانویچ سال تولدش 1999 ساکن جماعت دهاتی یکتوتی ناحیه عبدالرحمن جامی هنگام حرکت از سمت شهر دوشنبه به سمت شهر باختر واقع در حدود جماعت دهاتی هلالی ناحیه خراسان از عهده اداره کردن автомашина نبرآمده автомашина را به کنار راست راه چپه نموده است. در نتیجه مسافر автомашинаи مذکور خلیل زاده حسن طاهر سال تولدش 1998 ساکن جماعت دهاتی یکتوتی ناحیه عبدالرحمن جامی به سلامتیش جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد.